حرف‌های تازه حسام فرزان درباره عالیه انصاری و دلیل جدا شدن عالیه انصاری از شوهر اولش فاش شد. عالیه انصاری و حسام فرزان آیا با هم نامزد شدند؟ رازهای ناگفته این دو جوان در صفحات مجازی برملا شد. عالیه انصاری در کدام کشور است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. حسام فرزان یکی از هنرمندان با استعداد، موفق و توانای کشور است. شهرت و محبوبیت هنری و رسانه‌ای خوبی دارد. حسام فرزان در یک خانواده با علم و دانش در کابل دیده به جهان گشود. وی با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع و سرودن آهنگ‌ها در این برنامه مقام ششم را از آن خود کرد. بعد از ختم برنامه ستاره افغان وی تا کنون آهنگ‌های بیشمار سروده است، ولی این تازگی‌ها آهنگ‌های عالیه انصاری و حسام فرزان مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد و همه افغان‌ها در صفحات مجازی به طور آشکارا و علنی رابطه عاشقانه حسام فرزان و عالیه انصاری را زیر سوال می‌برند. اما تا کنون عالیه انصاری و حسام فرزان جزئیات بیشتری درباره این ماجرا ابراز نکردند. جالب اینجاست حسام فرزان در کشور کانادا بعد از تحولات سیاسی در افغانستان مهاجرت کرد. وی مجرد است و رفتار عاشقانه‌اش با حسام فرزان بارها مورد نقد شدید علاقه‌مندان و طرفدارانشان شده است. ولی آهنگ تازه عالیه انصاری کاملا واضح و آشکارا عشقش را برای حسام فرزان ابراز کرده است. ولی ما آرزوی موفقیت، زندگی خوشحال و کامیابی برای این جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمندان با استعداد کشور خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.